ما این خلط رو میایم با استفاده از یک نخ یا پارچه یا هر چیزی تخلیه میکنیم. دمون رو از روی پیشانی رد میکنیم. این بند حدود 1 انگشت بالاتر از ابرو باشه. هرچه به ابرو نزدیکتر باشه، چون به حفره چشم، اینجا جمجمه حفره چشم فشار میاره، درد شدیدی رو ایجاد میکنه. حالا موها رو کشیدم بالا و شروع میکنم به چرخوندن این چوبی که گذاشتیم اینجا و نگه میدارم تا تغییر رنگ بده. شما نگاه بکنید الان، ببین اینجا تغییر رنگ پیدا میکنه. درست شد؟ این تغییر رنگ نباید رو به کبودی بره، در حد اینکه یه مقدار 1 دقیقه تا 2 دقیقه که بمونه، اینو هر چی سفت‌تر بکنی اونجا تغییر رنگش بیشتر میشه. حالا چوب رو آروم باز میکنم تا این خون با فشار و با سرعت برگرده بیاد پایین و این باعث میشه این جریان خون با شدت اخلاط رو از ناحیه سر بر ما